توی تاریخ ادبیات عرفانی ما یه چهره و اسم وجود داره که برخلاف خیلی از عرفا نه تنها شهرتی نداره بلکه خیلی هم مردم گریز و شهرت گریز بوده، اونقدری که خیلی اصلا فکر میکردن واقعی نیست و ساخته و پرداخته ی ذهن یه شاعر بزرگه. عارف بدخلق و حتی بددهنی که حرف زدنش رو خیلیا شعر محض میدونن و البته پر از نکته و کنایه و افکار و نظریه‌های به شدت رادیکال. عارف مهجوری که چندین قرن طول کشید تا کتابی پیدا بشه که ثابت کنه این آدم وجود داشته و نه فقط الهی الهام مولانا که برهم زننده جهان فکری این مفتی اعظم قونیه و هومه بوده. عارفی که اسم شمس تبریزیه و بهش شمس پرنده هم میگفتن. سلام، من محسن بوالحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است. خیلی خوش اومدید به پادکست خرقه که الان دیگه نمیدونم واقعا بگم قسمت چندمه، فصل چندمه و هرچی هم عذرخواهی کنم و دلیل بیارم واقعا چیزی از قصور و بدقولی من کم نمیکنه، اما امیدوارم شما منو به 1001 دلیل ناگفتنی ببخشید و باز هم خرقه رو توی این سری جدید همراهی کنید. بدون هیچ مقدمه اضافی همونطور که اشاره کردیم بگم که ما توی این دوره قراره که درباره شمس تبریزی حرف بزنیم، یعنی به طور جدی و متمرکز بیایم روی این مسئله صحبت کنیم که شمس تبریزی چه ایده ها و نظریاتی داشته و چی تو فکرش میگذشته. برای اینکه از فکر و نظر و این ایده های آقای تبریزی سر در بیاریم، اولا که مجبوریم بریم لابلای سطرهای مقالات شمس فضولی کنیم و نکته هاش رو، یعنی اندیشه های این شمس تبریزی رو از دل حرفهاش در مقالات شمس بیرون بکشیم. دوم این که یه مقدمه هایی باید بگیم که اول مشخص بشه طرف حسابمون کیه، گوینده کیه، متن چیه، با چه جور موجودی سر کار داریم و در نهایت برسیم به جواب این سوالا که شمس تبریزی کی بوده، چه فکر و اندیشه و نظری داشته، این نظرات و افکارش چه تفاوتی با بقیه عرفا و حکما و فیلسوفای هم عصر خودش داشته و خلاصه این که چی میشه که چنین تأثیر شگرفی رو روی مولانا میذاره. خیلی خوب، همین اول بگیم که این عارف جان سوخته ما یعنی شمس تبریزی توی قرن هفتم زندگی میکرده. قرن هفتمی که اوج دوران عرفان به حساب میاد و کرور عارف مشهور تو این دوره زندگی میکردن. یکی از فرقای شمس با این کرور عارف این بوده که این آقا اصلاً علاقه به مشهور شدن نداشته و اتفاقاً تا میتونسته سعی میکرده از دید جامعه اون زمان خودش رو بیرون نگه داره. به خاطر همینه که تا سالهای سال توی ورق پاره های تاریخ ادبیات و عرفان ما شخصیت مرموز و کم پیدایی بوده. حالا میگیم چطور و چرا. گفتیم که میخوایم تو این سری به یه سری سوال جواب بدیم درباره شمس. طبیعیه که برای ریز شدن و جواب دادن به این سوالا که سوالای کلی و مهمیان نمیتونیم دست کنیم توی آستینمون و حرفای بیخود بی جهت در بیاریم. پس همین اول کار میگیم که داریم از یه منابعی استفاده میکنیم که به ترتیب اولویت اینا هستن: کتابا، مقاله ها، سخنرانی ها، درسنامه هایی از اساتید و بزرگوارایی مثل استاد محمد علی موحد، مصطفی ملکیان، توفیق سبحانی، مهدی سالاری نسب و کسای دیگه‌ای که حق و استادی گردن من دارن.
این قسمت اما به صورت اخص چشممون به مکتوبات دوست فریختم جناب آقای مهدی سالاری نسبه. مقدمه به ناچار مفصلمون رو از اینجا شروع کنیم که حتما شما هم توی 2-3 دهه گذشته به نحوی از آنها هر کس به شکلی درگیر و در جریان داغ شدن بازار مولانا و شمس تبریزی و خلاصه رابطه این دوتا با هم بودید. حالا دلیل جامعه شناختی این ماجرا چیه؟ چرا یه دفعه یک مودی پیش میاد، اوج میگیره و بعد از اون اوج پایین میاد و به سطح میرسه؟ میشه بهش گفت یه مد فرهنگی، یه مد شبه فرهنگی که فعلا باش کار نداریم، بمونه برای یه فرصت مناسبی شاید تو همین قسمت‌های پادکست خرقه توی قسمت‌های آتی بهش بپردازیم. اما از این نکته نباید غافل بشیم که اصولاً توی قرن‌های اخیر اکثر چیزایی که به عنوان مثال درباره مولانا نوشته میشد صرفاً منحصر بود به شرح‌های عرفانی درباره مثنوی. یعنی می اومدن یک سری شرح عرفانی روی مثنوی می نوشتن و اون رو به این شکل تفسیر می کردن. امروز خوشبختانه مسائل ساختاری و صوری به عنوان مثال، یعنی قدرت شاعرانگی مولانا، قوت و وسعت زبانیش و شیوه های روایتگری و در مجموع اون وجوه زیبایی شناسی توی آثار کسی مثل مولانا هم مد نظر قرار گرفته و بهش توجه کردن و شروع کردن یه سری کتاب‌ها در این حوزه نوشتن، یه سری مقاله‌های درخشان در این حوزه منتشر کردن که بسیار بسیار کتاب‌ها و مقاله‌های درخشانی. از یک طرف دیگه توی همین چند دهه اخیر پژوهشگرای ما مولانا رو اومدن و از اون حاله قدسی که دورش شکل گرفته بود بیرون آوردن و سعی کردن یه چیزی از دل اندیشه‌هاش و شعرش بیرون بکشن که به درد انسان امروزی هم بخوره، به درد من و شمایی که داریم در امروز حال حاضر زندگی میکنیم و قرنها با مولانا فاصله داریم. این مسائل اصولا مسائل خیلی عجیب غریبی نیستن دیگه، انسان هم همیشه باشون درگیر بوده. به قول معروف یک چیزهای ازلی ابدی بودن، از ازل بودن و تا ابد هم خواهند بود و مربوط به یه دوره خاص و قرن خاص نمیشن. انسان همیشه باشون درگیر بوده، همیشه در حال کشتی گرفتن با این مسائل و مباحث بوده، مثل مرگ، مثل زندگی، مثل عشق، مثل حیات و چیزهای دیگه. مثلا مثل حافظ قرن 8 شعر گفته ولی هنوزم تازه است، یعنی وقتی میخونید فکر میکنید که دیروز یه نفر این شعرها رو نوشته، یا سعدی یا خیام یا خیلی کسای دیگه. این که بدونیم مولانا و شمس و آدمایی مثل اینا به زندگی و مرگ و جنگ و بدبختی و خوشبختی و یه چیزایی مثل اینا چطور فکر میکردن و چه راهکارهایی برای بعضی از مشکلات داشتن، خب حداقلش اینه که آگاهی ما رو از این نوابغ بیشتر میکنه و میفهمیم که توی دنیای اینها اوضاع به چه شکل بوده، چی فکر میکردن و چطور فکر میکردن. حالا گیرم که بعد بگیم حرفاشون به درد میخورده یا نمیخورده یا اصلا بذاریم کنار یا نه برامون مورد توجه قرار بگیرن و بیشتر از گذشته روشون زوم کنیم. کاری که ما میخوایم تا جایی که بتونیم توی این پادکست انجام بدیم. خلاصه این مقدمه از این مقدمه هاست که اول کتاب می نویسن یه صفحه است، بعد یه مقدمه تکمیلی داره 200 صفحه است. این مقدمه‌ای که گفتیم مقدمه یه صفحه‌ای مون بود، فقط برای این که بگیم که این سری قرار درباره شمس تبریزی حرف بزنیم. بعداً تو سریای دیگه اگر عمری دست داد و یار بود درباره مولانا حرف میزنیم، اما فعلا بیایید از شمس شروع کنیم. ما قبلا گفتیم، بعداً هم بازم میگیم، مدام این رو میگیم که اصلا پیش نیاز شناخت مولانا شمسه. یعنی چی؟ یعنی شما تا کلاس اول رو قبول نشی، خب نمیذارم بری کلاس دوم دیگه، یا تا دیپلم نگیری نمیتونی بری دانشگاه. با پارتی بازی و این چیزا مگر بری چیزی عوض نمیشه، بالاخره یه جایی پس گردنی میخوری، میفهمی که باید برگردی و از اول یاد بگیری. شمس کلاس اول آموزش، کلاس اول فهم مولاناست. شمس دیپلم دانشگاهیه که درباره مولانا
برگزار میشه و توش کلاس دایر میشه. شما تا کلاس اول رو پاس نکنی نمیتونی بری کلاس دوم، تا کلاس دوم هم پاس نکنی یعنی همون دیپلم رو نمیتونی بری دانشگاه. یه جمله دیگه بگم، اونم این که صبوری کنید. با این جمله صبوری کنید، این خواهش صبوری کردن، این مقدمه یه صفحه‌ای رو ببندیم و بریم سر وقت اون مفصل مقدمه درباره اون حرف بزنیم، وارد اون بشین، چون واقعا گتره نمیشه زد به دل داستان. این آقای شمس تبریزی که طرف حساب ماست، یه آدمی بوده که برخلاف خیلی از عرفا و ادبای پرچونه زمان خودش هیچ وقت علاقه و عادتی به نوشتن نداشته و فقط یه کتاب ازش باقی مونده که اونم خودش ننوشته، بلکه یه سری حرف بوده که جاهایی زده و یه سری اینا رو تون تون نوشتن. ما بهشون میگیم کاتب. در ادامه میگیم که چه نسخه های خطی از این گفته ها ثبت شده و اصلی ترین و مهمترینشون به خط کیه. اما فعلا در جریان باشید، اینو جلو و پیش ذهنتون بگذارید که این کتاب مقالات شمس تبریزی مهمترین کتابیه که به ما اطلاعات دست اولی از زندگی و اندیشه های شمس تبریزی میده. اطلاعاتی که توی هیچ کتابی پیدا نمیشه مگه همین کتاب که خود سوژه‌اش اومده و درباره زندگیش حرف زده و یه سری اینا رو مکتوب کردن. به هر صورت یه جور تاریخ شفاهیه که حالا تو این روزگار ما هم خیلی رونق گرفته این حوزه تاریخ شفاهی و خیلی این کتابات چاپ میشن و مهمترین کاربردش هم همینه که میفهمیم آدمی که سوژه اصلی کتابه، حالا چه با خودش مصاحبه کردن چه خاطراتش رو در قالب یک کتاب تاریخ شفاهی نوشته، میفهمیم که این آدم چه فکری داشته و چه تأثیری روی جامعه خودش گذاشته و به هر صورت وقتی داره درباره یک مقطع تاریخی که توش زندگی میکرده حرف میزنه، یه اطلاعاتی هم درباره اون مقطع به ما میده. مثلا خاطرات هاشمی رفسنجانی، چه خوشمون بیاد ازش چه بدمون بیاد، کتاب مهمیه چون یه سری اطلاعات خیلی خیلی مهم توش وجود داره. یا خیلی از این کتابایی که تو این حوزه چاپ میشن، حالا چه درباره هنرمندان باشه چه نویسندگان باشه و چه سیاستمداران، کلی نکته به درد بخور توشون است. خدا نکنه من بخوام پرانتز باز کنم 10 نفر آدم بعد بیان همت کنن پرانتز رو ببندیم. بگذاریم چیزایی که تو این سری میگیم بهتون رو اگه خواستید یادداشت برداری کنید، خواستید دوباره گوش بدید، یا بچه‌هایی که سر کلاس حضوری من میان هم توی اینا یه سری نکته‌های جدید براشون وجود داره و چیزایی هم که سر کلاس شنیدن و گفتیم و دربارش بحث کردیم میتونن یه دوره‌ای رو اونها هم داشته باشن. کلاس‌های حضوری بسیار بسیار مهمه، امکان بحث، امکان چالش بیشتره توش و یه حال و احوال دیگه ای داره. خلاصه بریم سراغ پرانتز اصلی. کسایی که تجربه تورق و مطالعه مقالات شمس رو داشتن و دارن میدونن که این کتاب در ظاهر خیلی دیریابه و مطالعهش به طریق معمول، یعنی همونطور که کتابای دیگر رو میخونیم، خب خیلی دشواره، خیلی سخته. فقط 4 تا کلمه و جمله قشنگ نیست که اینا پشت سر هم اومده باشن و شما بگید واو چه جمله زیبایی. نه، کتاب سختیه تقریبا. و شاید این سختی به این دلیل باشه که کتاب قرنای طولانی یادمون باشه، ناخونده مونده و اونطور که باید و شاید مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته، مگه تو همین چند دهه اخیر رو به لطف پژوهشگرا و مولانا پژوهایی مثل حضرت استاد محمد علی موحد. بحث رو از اینجا شروع کنیم و یه مقدار با هم درباره این موضوع حرف بزنیم که اصلا چرا خوندن مقالات شمس سخته، چه عواملی باعث میشه که این کتاب رو نشه مثل خیلی از کتابای دیگه راحت خوند. این نکته رو که گفتیم، این بحث رو که جمع کردیم، بعد بریم سر این موضوع که اصلا چرا باید مقالات شمس بخونیم، به چه دردی میخوره که مثلا کسی بدون شمس چی فکر میکرده، چی گفته و تو چه دنیایی سیر میکرده. مقالات همونطوری که میدونید و گفتیم، زیاد هم گفتیم، یه متن بسیار 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 زیبا، شاعرانه و شگفت‌آوری داره. واقعا اگه 3 بار گفتم بسیار
شما 10 میلیون بار اینو تصور کنید، این زیبایی رو. خیلی زیباست، خیلی شگفت‌آوره و به نوعی شاید بشه این کتاب رو یکی از قشنگترین، بکرترین و درجه یکترین متن‌ها در متون نثر ادبیات فارسی به حساب آورد. اما خیلی سخته، گفتیم دیگه، پریشونه، خیلی جاها اصلا ربط و پیوند بخش‌ها رو نمیشه پیدا کرد، خیلی سخته. این بخشایی که میگیم پراکندن، خیلی گسستن رو آقای موحد بهش توی تصحیحشون میگن که گسسته پاره ها. به نظر یه یادداشتایی میان که اون کاتبی که داشته اینا رو مینوشته بعدن گفته خب حالا اینو بنویسم تا یادم نرفته، بعد تکمیلش کنم، شاید یادش رفته تکمیل کنه، یا مثلا داشته همزمان حرفای شمس رو پیاده میکرده، شمس انقدر تند حرف میزده که این آقای کاتب جا مونده و در نهایت هم بیخیال نوشتن بقیه‌اش شده. حالا این تصور ماست، اینجوری فکر میکنیم، خیال میکنیم، گاهی خیال پردازی بد نیست. حالا فرض کنید رفتیم سمت مقالات شمس، کتاب به اون قطوری رو یا یکی از گزیده‌هاش رو خریدیم، آوردیم خونه، میخوایم شروع کنیم به خوندن. یه لحظه صبر کنید، من چند تا چیز بهتون میگم که مثل کلید اسرار براتون عمل کنه و بتونید قفلای سخت ورود به مقالات شمس که مثل یه قلعه میمونه رو باز کنید و وارد قلعه مقالات شمس بشید. در ورودی این قلعه کتاب مستطاب مقالات شمس چند تا کلید داره که باید این کلیدا رو داشته باشید تا بتونید واردش بشید، وگرنه یا یه چند تا جمله اینستاگرامی و توییتری از توش بیرون میکشید یا سرتون میزنید تو دیوار میگید وای وای عجب چیزی، چه جمله‌های درخشانی و اینا و خلاص، یا اینکه کتاب رو از شدت سختیش میذارید کنار و شاید هیچ وقت دیگه هم به سمتش نرید. یعنی در نهایت و خوشبختانه ترین حالت اگر یه سری چیزا رو ندونید و در این قلعه رو نتونید به شکل واقعی باز کنید، نمیتونید به کنه این کتاب پی ببرید. کتاب و کلن شعر، این کتاب و کلن شعر حالا و متنای شاعرانه، هر چیزی که شاعرانه باشه، یعنی خصوصیت و مؤلفه های شاعرانه توش وجود داشته باشه، اینا یه لایه های ظاهری دارن و یه لایه معنایی درونی که اینا عمیق‌ترن و زیر این ظاهر اولیه پنهان شده. فقط مخاطب سمج، مخاطب حرفه‌ایه که میره دنبال این لایه‌های زیری و مثل یه غواص در اعماق آب سعی میکنه ببینه که پشت این کلمه ها چه چیزی نهفته است، چه فکری توی این ظاهر نهفته شده و سعی میکنه بره و مثل یه غواص اونا رو پیدا کنه. اما کلید اول که مدام باید بهش حواستون باشه اینه که این گفته های آقای شمس که مکتوب شدن یه سیر مشخص و مرتبی ندارن که فکر کنیم مثل خیلی کتابای دیگه از یه نقطه آ شروع میشن و یه چیزایی رو سلسله وار و به ترتیب و منظم میگن و آخرش هم میرسن به یه نقطه ب و تمام. نه، بخشایی که توی مقالات اومدن اصلاً اینطوری نیستن. یعنی گویندش اصلا دنبال این نبوده که نظریاتش رو چه میدونم کلاسه بندی کنه، شرح و بسط بده، مدون کنه، تهش هم مثلا یه کتابی از اینا در بیاره بذاره زیر بغلش و پوزشو بده. اصلا اعتقادی به این چیزا نداشته، بلکه این گفته ها صرفاً جاهای مختلفی به مناسبت‌ها و دلایل مختلفی گفته شدن و رد شده رفته. یعنی چی؟ یعنی شمس جاهای مختلفی نشسته به فراخور مسئله و حرف و نکته اون روز یه حرفایی زده. گاهی حتی شما وقتی مقالات رو میخونید متوجه میشید که یه مضمون رو چند جای دیگه در مقالات با ادبیات مختلف آورده و اینا تکرار شدن، حالا میگم با زبان و ادبیات دیگری. این نشون میده که شمس بعضی حرف و مسئله ها رو توی جلسات مختلف تکرار کرده، این ور اون ور گفتشون. کاتبا هم همونا رو عیناً یادداشت کردن. این از کلید اول. اینم بهتون بگم که اگه شمس مثل یه سری از عرفای دیگه
خیلی توی چشم بود و هی از این ور به اون ور نمیرفت و جا عوض نمیکرد، بعید نبود مثل امثال حلاج بابت حرفاش به حکم شرع فقها سر از تنش جدا کنن و حکم تکفیر براش ببرن. بر صورت تا ما این افکار و جهانبینی رو درست و عمیق نفهمیم ابدا نمیتونیم به کنه حرفای شمس پی ببریم و در نهایت میشه همون که گفتم، بسنده میکنیم به 4 جمله قشنگ و خلاص. اگه سرسری و روزنامه وار کتابو بخونیم اصلا شاید حس کنیم که گفته های شمس پر از تناقض‌گویی، چرت و پرت گفته، حرفاش اصلا به همدیگه نمیخوره، یه جای حرفی زده یه جای دیگه اومده برخلاف اون گفته. یه سری از دوستای من همیشه به من میگن که آقا چی گفته این شمس؟ بعضیا رو گیج میکنه که چطور بشریه این آدم. اما اگه یکم بیشتر وقت بذاریم براش از در قلعه وارد میشیم، بعد بهتر میتونیم محیط فکریش رو درک کنیم. اینجاست که این فکر ممکنه قلقلکمون بده که اگه شمس یه حرف درست و سرراست نداره، اگه فقط چرت و پرت گفته به عنوان مثال، پس چطوری مولانا با اون همه عظمت و شکوه و خدم و حشم اینقدر درگیرش میشه و این همه ازش تأثیر میگیره؟ اونم تأثیر پذیری نه حد کم ها، نه، در حد این که بگم تقریبا نزدیک به 100% چیزی که در آثار مولانا ما میخونیم از حرفای شمسه ولا غیر. ما قبلا درباره تاثیرپذیری مولانا از شمس یه اشاره‌ای داشتیم، اما بد نیست همین ابتدای کار یه بار دیگه به این مصداقا و نمونه‌ها یه اشاره‌هایی بکنیم تا بلکه راهی که می‌خوایم با هم توش پیش بریم رو بشه بهتر درک کرد. حتما این جمله رو 1000 بار شنیدید که شمس مراد و معشوق مولاناست. مشهوره که اصلا دلیل تحول روحی مولانا این آدم بوده، شمس تبریزی بوده. نه فقط مشهوره که مولانا خودش نسبت به این موضوع جا به جای مثنوی و حالا بقیه آثارش اقرار داره و این موضوع رو نه فقط مولانا، تذکره نویسایی که ذکر یا ذکرایی از مولانا و شمس آوردن هم تکرار کردن، تایید کردن که بله این آدم از یک جایی آبشخور داشته و سرچشمه گرفته حرفاش. مولانا علاوه بر همه این حرفا، اقرارهایی که داشته، یه القاب و اوصاف بسیار بلندی رو هم درباره شمس به کار میبره که میشه گفت تفاوت از بقیه لقب‌هایی هستن که به فراخور و سنت اون روزگار به شمس دادن. بهش میرسیم، به این القاب میرسیم. بگیم که خلاصه فرزند سلطان العلماء یعنی جناب آقای مولانا زیبایی زبان و گفتار شمس رو از یک طرف آنچنان وجدآور و بی‌نظیر میدونه که میگه ببینید این آدم چقدر خوش زبانه و عجب زبان شیرینی داره که زبان آوری من و زبان من که مولانا هم در برابرش هیچه، اصلا هیچی جز کسالت نیست هر چیزی که من میگم. تا شنیدم گفتن شیرین او می فزاید گفتن خیشم ملال. یعنی هم روی جایگاه رفیع و خاص هنر و زبان شمس تکیه میکنه، هم توی یه بیت دیگه جایگاه اندیشه و فکر شمس رو تا علایاللین بالا میبره که شاید مثالش رو یکم جلوتر براتون میگم. گاهی خودم اینطوری فکر میکنم که چه حیفه که این کتاب، یعنی چه حیف بوده، چه حیف شده که این کتاب قرنای قرن گوشه کتابخونه ها خاک خورده و این صاحبش مخفی زندگی کرده. انگار که خود شمس هم هیچ وقت دوست نداشته که حتی همچین چیزی بعد از مرگش در دسترس و عیان باشه. یکی از دوستان میپرسید شمس خبر داشته که از حرفهاش نوت برداری میشه؟ به نظر میاد خبر داشته. یکی دو جای مقالات در خطاب به آقای بهاولد پسر مولانا بهش میگه که تو چیکار میکنی؟ مینویسی یا اینکه میری پی کارت؟ احتمال میدم، شخصا احتمال میدم که
منظورش همین نوت برداری ها از صحبت های شمس بوده. احتمال هم داره که منظورش چیزی دیگه بوده. به هر ترتیب شمس زمانی که از قونیه میره این تاریخ سراسر سکوت میشه، یعنی وقتی میره انگار همه چیز رو هم با خودش میبره. برعکس عرفایی که قرن‌ها 100 صفحه توی کتابای مختلف ازشون حرف زده میشه یا خودشون حرف زدن و نوشتن، شمس واقعا اولین عارف شهرتگریز جهان به حساب میاد. هیچ کس هیچ جای دیگری بعد از تاریخ خروج شمس تبریزی از قونیه ذکری از شمس تبریزی نمیاره. از این نمونه‌ای که خوندیم اگه بگذریم، مولانا از این اعترافا و حق کپی رایت کاراش کم نداره. واقعا جوانمرد عاشقی این آقای مولانا. مثل بعضیا نیست که یه چیزی رو از یه کسی میخونن یا میشنون یا یاد میگیرن، بعد همونو میزنن به اسم خودشون و اصلا منکر میشن از اساس که این حرف رو از کجا گرفتن. مولانا نه تنها منبعش رو پنهان نمیکنه، مخفی نمیکنه، بلکه میگه هر کسی از من هر چیزی که میشنود یا میخواند بدونه که این نوشته ها و حرفایی که من میزنم انعکاس صدای شمسه ولا غیر. مفخر تبریزیان، شمس حق و دین بگو، بلکه صدای تو است این همه گفتار من. این تأثیرپذیری یه وقتایی بچه‌ها به شکل محتوایی بوده، یه وقتایی نه، لغت به لغت یا عین به عین. مثلا یک جمله کامل رو از مقالات شمس میاره و به عنوان یه مصرع ازش استفاده میکنه در همون حکایتی که استاد داره تحت تأثیر حکایتی که در مقالات اومده مثلا در مثنوی میگه. این جمله‌ای که تو مقالات میخونیم و ما میتونیم تو مثنوی یه وقتایی ببینیم. همه این تفاصیل رو داشته باشید، همه این نکته ها رو داشته باشید. این یک قلقلکی در ته ذهن ما ایجاد میکنه و اون اینه که احتمال داره، حتی خیلی زیاد احتمالش میره که مولانا زمانی که شمس در قونیه بوده و بچه‌هاش، فرزندش مخصوصاً پسر بزرگ مولانا این صحبت‌های شمس رو مکتوب می‌کردن، یه نسخه از اینا رو، یه کپی از اینا رو میدادن دست مولانا. یا ممکنه که زمانی که شمس دیگه از قونیه میره و این کتاب کامل میشه، در واقع با رفتنش دیگه یک کتابی میشه برای خودش، حالا ممکنه یه نسخه ازش وجود داشته باشه، 2 نسخه ازش اون زمان وجود داشته، از این نسخه ها اصلی ترین نسخهش دست مولانا بوده و یه جاهایی که بهش احتیاج داشته رجوع میکرده به مقالات شمس و نظرش مدام به اون کتاب بوده. یه وقتایی حکایت به حکایت ازش تأثیر میگرفته و همون حکایت هایی که شمس در مقالات گفته رو بسط میداده. یه جاهایی هم میدیده که مثلا از جمله شمس شاعرانه تر وجود نداره، همونو میکنده و میذاشته توی مثنوی. این نکته رو به آگاهیاتون اضافه کنید که مولانا جز مهمترین عرفای اسلامیه و خب قطعاً از اخلاف و اسلاف خودش مثل محمد و احمد غزالی، سنایی، عطار، ترمذی و دیگرانی تأثیر گرفته، اما سرچشمه طرز تفکر و نظرات و زبانش بیشتر از هر کسی توی مقالات شمس میشه رد پاش رو پیدا کرد و معارف پدرش، کتاب معارف پدرش یعنی سلطان ولد که مشهوره که این کتاب رو مولانا 1000 بار خونده بوده وقتی که شمس میاد و شمس میگه بس دیگه، گیرم پدر تو بود فاضل، خودت چه حرفی داری، خودت چه نکته‌ای داری. آقای مرحوم عبدالحسین زرینکوب میگه که معارف بهاءالولد نه تنها به لحاظ فکری خیلی روی مولانا تأثیر داشته، بلکه به لحاظ ساختاری هم بسیار بسیار روی مولانا اثرگذار بوده. اصلا بعید نیست که مولانا حتی اون شکل حکایت پردازیش توی مثنوی رو هم از پدرش و شمس الهام گرفته باشه. به هر صورت میشه این رو گفت که کمتر مطلبی در مقالات شمس و معارف بهاءالولد هست که مولانا از این مفاهیم
و موضوعات توی مثنوی یا توی فی مافی و دیوان کبیر شمس استفاده نکرده باشه. همین موضوعی که گفتیم باعث شده که خیلی از پژوهشگرا روی این نکته اتفاق نظر داشته باشن که اصلا میشه مشکلات و ابهامات مثنوی رو یه جاهایی که گیر میکنیم رو بریم و حل مسئلهش رو توی مقالات شمس پیدا کنیم، از طریق مقالات شمس و مشکل رو برطرف کنیم. این همه توضیح و تفسیر کردیم که بگیم جان تعالیم مولانا برگرفته از کلاسای خصوصیه که شمس فقط و فقط به این اندازه و وسعت و خلوص برای مولانا برگزار کرده. فقط و فقط. این حرف وقتی خودشو بیشتر نشون میده که مقالات و مثنوی رو بذاریم کنار هم و تازه بفهمیم که بله چه خبر اون وسط. از اول تا آخر مثنوی این شباهت‌ها رو میبینیم. یه چند تاشو من جدا کردم براتون اینجا اشاره میکنم، بهشون مصداق میارم، شما هم خوب گوش کنید. شمس توی مقالات میگه محبوب است هر چه خواهد تا بگوید. مولانا توی مثنوی همینو مینویسه، اما یه شکل دیگه میگه که هر چه خواهد گو بکن محبوب ماست. اون شکل نثر رو مولانا فقط به شکل نظم آورده. حالا جالب هم هست که هر دوتاشون این عبارت رو زمانی که دارن یک حکایتی درباره ایاز میگن میارن و از قول سلطان محمود هم این حکایت رو و این بخش رو، این تیکه و این سطر رو میارن. یا یه جای دیگه شمس توی مقالات میگه که من آن مرغکم که گفتند که به هر دو پای در آویزد. آری در آویزم، اما در دام محبوب در آویزم. مولانا توی مثنوی میگه بس دل چون کوه را انگیخت او، مرغ زیرک با دو پا آویخت او. جایی در مقالات صفحه 231 شمس میگه نزدیک است که آن همه محال او حال شود. مولانا همینو تو مثنوی میاره، چون تو را دیدم محالم حال شد. یا شمس مثلا میگه عقل سست پای است. مولانا تو مثنوی میگه عقل سرتیز است لیکن پای سست. این بخش رو ببندیم. حالا پرانتز بعدی، مقدمه بعدی. بریم سر وقت این موضوع که خوندن و فهم مقالات شمس و سر در آوردن از جهان فکری این آقا اصلا به چه دردمون میخوره. قبل از جواب دادن به این سوال توجهتون رو به این نکته جلب کنم که تا قبل از انتشار مقالات به صورت رسمی و تصحیح شده که برمیگرده به همین چند دهه اخیر، گفتیم که مطلب مستقلی درباره شمس منتشر نشده بود. یه سری مطلب جسته و گریخته و البته خیلی محدود توی این تذکره‌های قدیمی وجود داره که اونا هم به جز یکی دو مورد واقعاً قابل اعتنا خیلی نیستن. میگیم خیلی نیستن. خیلی از اینا افسانه طورن، غیر مستندن، کپی ان، یعنی کپی کاری ان، سری کاری ان. یه نفر توی خانقاهی یک حرفی زده درباره مراد خودش، بقیه هم شروع کردن از رو دستش نوشتن و دم دادن به دم اون آدم و هیچ استنادی، هیچ منبع و مرجع درست حسابی نداره. توی همینا هم خیلی اشاره‌ای که نه خیلی نه اصلاً تقریباً اشاره‌ای درباره گذشته شمس وجود نداره. حرفی درباره این که گذشتش چی بوده شمس تبریزی وجود نداره. یکی دو مورد محدود داریم فقط که حالا بعداً سر جای خودش بهش اشاره میکنیم. صرفاً توی این کتابا تأکید سر این بوده که شمس مثلا هم صحبتایی مثل ابوبکر سلباف تبریزی داشته، یا با رکنالدین سجاسی بوده، یا بابا کمال جندی، و بخش عظیم دیگه ای هم از این تذکره ها درباره اون دیدار و اون داستان معروف ملاقات و دیدار این دو نفر شمس و مولانا پرداختن که خیلی براشون انگار این مهم بوده دیگه، و هر کسی هم یه جوری قصه رو تعریف کرده. قبلا درباره‌اش صحبت کردیم. منظورم اینه که توی این کتابا ما درباره اندیشه شمس چه فکری داشته، عجب زبانی داشته، مختصات زبانش، یعنی بپردازن به وجوه زیبایی شناسی حرفهاش و اندیشهاش،
تقریبا چیزی نمیتونیم ببینیم. گفتیم چند مورد خیلی محدود، مثلا در کتاب مناقب العارفین آقای احمد افلاکی یه سری از نقل قول‌هایی رو آورده که اینها در مقالات شمس هم وجود داشته. اصلا یه همچین مواردی بود که نستخون‌های ما رو و پژوهشگرای ما رو به سمت مقالات شمس و وجود چنین کتابی کشوند و اینا متوجه شدن که همچین کتابی وجود داره. خلاصه که اگه این محجوریه نبود، ممکنه واقعا امروز حتی وضع و شرایط تفسیر مثنوی هم یه شکل و شمایل و کیفیت بهتری پیدا میکرد و دیگه مثل گذشته قرنها، اینو میدونید، قرنها مثنوی رو با اندیشه های ابن عربی تفسیر و تشریح میکردن و میگفتن که خیلی تحت تاثیر ابن عربی مولانا. اگر مقالات زودتر پیدا میشد یا همون موقع ها بهش میپرداختن، امروز واقعا شاید کیفیت نثر فارسی ما هم خیلی از این چیزی که هست بهتر و با شکوه‌تر میشد، چون این ظرفیتی که مقالات شمس به نثر فارسی میده واقعا ظرفیت بی‌بدیلیه. یه نکته دیگه هم بگیم قبل از اینکه درباره فایده مطالعه شمس حرف بزنیم. گزارش‌های اصلی و مهم، چه کتاب‌هایی درباره شمس تبریزی گزارشگری کردن؟ 3 تا موردشون مهمن و با اولویتایی که میگیم، یعنی 1 2 3 که میگیم در اهمیت بالا هستن. یکی کتاب ابتدانامه سلطان ولد پسر مولانا، دومیش رساله سپهسالار و سومی هم مناقب العارفین افلاکی. البته گفتیم توی کتابای مثل نفحات الانس جامی و تذکره دولتشاه یه سرگذشت و قصه‌ای از شمس گفته شده که خیلی قابل اعتنا نیستن. اگر هم می‌خوایم بخونیمشون یا تصادفی باشون برخورد می‌کنیم، باید حواسمون باشه که بتونیم غلط و از درست اینا تشخیص بدیم، اون شاخ و برگای اضافی رو کنار بزنیم و از این حرفا. بیشتر این گزارش‌ها و تذکره‌های فارسی شمس رو یه مرد مکتب ندیده، یه صاحب دل معرفی کردن که فره ایزدی داشته، یا گفتن که شمس قلندری عادی بوده، یه درویش سیاح بیابانگرد بوده که مولانا بهش خیلی ارادت داشته. این از فارسی زبان‌ها و تذکره‌های فارسی. آقایون دانشمندان متقدم غربی یا شرق شناسان احتمالاً یه منابعی از همین دست داشتن و خیلی از این مسئله عدول نکردن، از این نظریه ها عدول نکردن. مثلا آقای ادوارد براون میگه که شمس پسر جلال الدین نومسلمان بود که از فرقه حشاشین، همون اسماعیلیه حسن صباح، منفک شده بود. یا کسی مثل ردهوس خیلی جالبه، تو تعریفش از شمس میگه شمس تبریزی بی‌نهایت جسور و سلطه‌جو بود. یا یک دوست دیگری از همین دانشمندان غربی میگه که شمس کلبی بوده. نه فقط کلبی بوده، میگه نفرت آورترین کلبی بوده شمس تبریزی. حالا این کلبی ها که یه فرقه ای از فلاسفه یونان بودن و اینا رو میتونید برید سرچ کنید، درباره‌شون بخونید. جناب نیکلسون هم که یک چهره خیلی مطرحه و واقعا خیلی خدمات داشته به فرهنگ و ادبیات ما، ایشون هم معتقده که شمس به نسبت بی‌سواد بود و شور عظیم روحانیش ناشی از این یقین بود که او خود را وسیله و ناطق پروردگار می‌دانست. ایشون آقای نیکلسون شمس را از جهت احساسات نیرومندی که داشته، از جهت فقرش، مرگ به قهرش، یعنی در قهر مردنش رو، همه اینا رو به سقراط شبیه میدونه. جالب چیه؟ سقراط از نظر خیلی ها، به زعم خیلی ها، در یک دوره طولانی واقعی نبوده. خیلی ها زائیده ذهن افلاطون میدونستن سقراط رو و میگفتن اصلا چهره واقعی نیست و شاید همین تفکرات هم بوده که تأثیر داشته در این که از این ورم خیلی ها بگن شمس ساخته ذهن مولانا بوده و اصلا واقعیت نداشته.
این تصوراتی که گفتیم، این تعاریفی که گفتیم، یه تصویرای غالب و تصورای غالبی بوده درباره شمس تا اینکه یه کتاب‌هایی تو دهه 2030 تصحیح و منتشر میشن، از مناقب‌ها گرفته تا به جلوتر که به خود مقالات میرسیم. مثال بزنم، سال 1316 کتاب آقای سلطان ولد پسر مولانا منتشر میشه که یک مثنوی خیلی طولانیه درباره خانواده‌اش، پدرش و خاندانش به هر صورت و خیلی منظومه میگم و اسمش ابتدانامه است. ایشون که پسر مولاناست و از نزدیک شمس رو میشناخته، باش نشست و برخاست داره، در یک دوره خیلی مورد توجه، مورد احترام و مورد محبت شمس بوده و حتی خیلی جاها توی مقالات خطاب، یعنی مورد خطاب شمس قرار میگیره. سلطان ولد شمس رو صاحب فضل و علم و عبارت و تحریر میدونه، یعنی خط بطلانی بر این نظریه بی سواد بودن شمس میکشه. یا کتاب دیگه یعنی مناقب العارفین سال 1338 منتشر میشه، تصحیح میشه، منتشر میشه و توی این کتاب آقای احمد افلاکی چند جا اشاره میکنه که شمس آگاهی تمامی بر دانش زمان خودش داشته. باز هم روی اون نظریه بی سواد بودن شمس، امی بودن شمس خط بطلان کشیده میشه. نه تنها بر دانش زمان خودش تسلط داشته بلکه فقه خونده، با دانشمندای روزگار خودش دیدار داشته، ملاقات داشته، از اینا گذشته، پا رو فراتر میذاره. میگه شمس حتی بر ریاضیات و نجوم زمان خودش هم مسلط بوده. این کتابا، تصحیح این مناقب‌ها ما رو در نهایت، حالا ما رو که نه، منظورم اون پژوهشگرای بزرگ و درجه یکیه مثل آقای فروزانفر و هلموت ریتر و آقای گلپینانلی، اینها رو میرسونه، یعنی یک رد پاهایی رو نشون میده و توی این کتابا هست از یک کتاب دیگه‌ای به اسم مقالات شمس، تا اینکه ما در نهایت هم میرسیم به سرمنزل مقصود، یعنی کشف مقالات شمس و متوجه میشیم بله، راه به عبث نبوده، اگرچه قرنها پنهان بوده اما مقالات شمسی وجود داره. پس توی ایران اولین بار آقای فروزانفر، مرحوم فروزانفر، درباره مقالات حرف میزنه. بعد از ایشون سال 1349 آقای احمد خوشنویس از روی یکی دو تا نسخه خطی برای اولین بار میاد مقالات رو چاپ میکنه، مقالات شمس رو چاپ میکنه و این شروع یه ماجرا میشه. 2 سال بعد بر اساس همین کتاب آقای خوشنویس، ناصرالدین صاحب الزمانی یه کتاب مینویسه به اسم خط سوم که اتفاقاً نقش مهمی هم تو معرفی و شناسوندن شمس ایفا میکنه. اما تصحیح و انتشار متن کامل و دقیق مقالات شمس رو باید فقط و فقط مرهون همت استاد محمد علی موحد دونست. این کتاب 2 بار با 2 فاصله زمانی، بار اول سال 1356 و بار دوم سال 1369 تصحیح و منتشر میشه. در واقع کتابی که سال 1369 منتشر میشه تکمیل شده یه همون نسخه اولیه است که 1356 چاپ شده. توی این نسخه دوم گسسته پاره ها مشخص میشن و بر صورت بسیار بسیار افزوده بهش اضافه میشه و میشه گفت تکمیل میشه و حجت به کتاب مقالات شمس و تصحیحش به نوعی تا امروزی که ما در خدمت شما هستیم توسط حضرت استاد محمد علی موحد حجت تمام میشه و حجت به معنی واقعی، حجت چی میگن؟ حجت تکمیل میشه. حالا که به اینجا رسیدیم بد نیست یه مقدارم درباره نسخه های خطی که از مقالات شمس موجوده حرف بزنیم. بد نیست، اطلاعاتتون میره بالا. حالا یه زمانی هم امکانی دست داد میرید اونور و این نسخه ها رو میبینید. ما در مجموع حدود 20 تا نسخه خطی از مقالات شمس داریم، یعنی 20 تا نسخه خطی باقی مونده که همگیشون کمابیش یه مجموعه های نامنظم و تصحیح نشدن و همین مسئله نشون میده که این کتابا به نظر هیچ وقت به صورت رسمی منتشر نشدن. با این حال
از این کتاب نسخه اساسی توی کتابخونه ولی‌الدین افندی ترکیه هست که عنوانش مقالات نیست، عنوانش کلمات یا معارف ثبت شده که این همون نسخه معروفیه که گفتیم دوستان به خط سلطان ولد فرزند مولاناست و احتمال میدن قدمت نسخه هم احتمالاً به همون زمان حیات شمس و حضورش توی قونیه برگرده، چون گفتیم زمانی که دیگه از قونیه میره شمس تاریخ کاملاً و سراسر سکوت میشه از صدای این مرد. اسامی که برای این کتاب ضبط شده علاوه بر همین مقالات یا معارفی که گفتیم این اسما هم هست، یعنی تو بعضی از نسخه های خطی اسمش شده خرقه صحبت یا خرقه شمس و عناوینی از این دست. این خرقه هم نشون اینه که خب شمس خیلی بی علاقه بوده دیگه، برعکس سنت زمان خودش که مراد به مرید خودش خرقه میداده، شمس اصلا خیلی اعتقادی به این موضوع نداشته و حالا سر جای خودش بهش میرسیم که اصلا میگه من محمد مرا در خواب خرقه داده، یه همچین چیزی میگه، یه همچین حرفی میزن. به هر روی برگردیم به این جواب و به این سوال و به این مسئله که اصلا خوندن شمس چه فایده‌ای برای ما داره. به ترتیب میگم 1 2 3. 1. فایده اول، شناخت اندیشه، زبان، شخصیت و حوادث زندگی شمسه. ما گفتیم که قبل از اینکه مقالات به صورت کامل منتشر بشه یه اطلاعات خیلی کم و مبهمی درباره شمس در دسترس بوده. در واقع هر چیزی هم که ما میدونستیم به واسطه رابطه‌ای بوده که شمس با مولانا داشته. حالا که مقالات وجود داره ما میتونیم فارغ از هر کسی حتی از خود مولانا هم با شمس مواجه بشیم. یعنی به این فرض رو در ذهن داشته باشید که مقالات شمس یک تاریخ شفاهیه، یک اتوبیوگرافیه که گفته خودش ولی خودش ننوشته و ما رو از این دوره کودکیش، مسائل روحیش تو اون دوره، اخلاقاش، خصیصه های خودش، پدرش، مادرش، حالت روانیش، چه ها میکرده، چه ها فکر میکرده و یه سری از این چیزا این کتاب ما رو باهاش آشنا میکنه. فایده دوم اما شناسایی بیشتر خود مولاناست. یعنی ما از طریق مقالات میتونیم مولانا رو بهتر بشناسیم و با مطالعه و شناخت شمسه که متوجه میشیم شمس کی بوده که اینطوری تونسته روی مولانا تأثیر بذاره. از طرف دیگه همون جوری که اشاره کردیم، اشاره کوتاهی داشتیم، ریشه خیلی از حکایات مثنوی و حرفا و نکته‌ها و تأملات مولانا هم توی همین مقالات شمسه. پس حالا ما به این نتیجه میرسیم که هیچ شرحی، هیچ شناختی از مولانا اگر شمس رو نشناسیم کامل نیست و ما بررسی این دوتا رو بدون همدیگه و مطالعه این دوتا رو بدون همدیگه نمیتونیم داشته باشیم و به قول معروف اینها لازم و ملزوم همدیگن و به همون نشون میده که این دو نفر چقدر از نظر فکری به هم نزدیک بودن، چقدر مچ بودن به قول امروزیا. فایده سوم مشخص شدن اتفاقا حالا تفاوت‌های شمس و مولاناست. خیلی فکر میکنن که این دو نفر در همه چیز با همدیگه هم عقیده بودن و کلا نظرشون کامل منطبق بر هم بوده. خب این تصور اشتباهیه. شمس تفاوت‌های خیلی زیاد که حالا اگر نگیم اما مختلف با مولانا داشته، از جمله مثلا توی یک سری چیزها، شیوه زندگی، شخصیتش، روحیش، خیلی از افکارش و رفتارهای اجتماعیش، رفتارهایی که در جامعه داشته، این دوتا کاملا با همدیگه توی این موارد متفاوت بودن. مثلا شمس خیلی علاقه داشته پنهان باشه، در چشم نباشه، عیان نباشه، اهل منبر رفتن و نوشتن و اینا هم نبوده. مولانا برعکس خیلی تو جماعت بوده، با جماعت با مردم زندگی میکرده، حشر و نشر داشته، اصلا سالها درس خونده، درس داده
خیلی کتابای زیادی هم نوشته. شمس اصلا اینطوری نبوده. یا شمس برعکس مولانا اصلا اهل مدرسه و خانقاه و مریدبازی و این حرفا نبوده، اما مولانا اهل همه این داستانا و حرفا بوده. یکی دیگه از اختلافاتی که میشه از جمله این اختلافها و تفاوتها بهش سهه گذاشت و بهش اشاره کرد اینه که شمس در جای جای مقالات خیلی واضح و صریح میگه که اصلا اهل همصحبتی با عوام یا مردم عادی و عامی جامعه نیست. اما مولانا چطوریه؟ مولانا با خاص و عام و عارف و امیر و رعیت، با همه اینا با یک سلسله از این سطح‌های جامعه در حشر و نشر بوده و باهاشون معاشرت داشته. بخش دیگه‌ای که میشه به لحاظ تفاوت نظرات این دو نفر گفت اینه که به عنوان مثال نظر شمس و مولانا درباره خیلی از عرفای بزرگ از جمله حلاج و بایزید متفاوته. اینا با هم فرق داره نظرشون و اتفاقا همین بخشاییه که اون درصد کمی رو تشکیل میده از آن چیزی که مولانا از شمس عاریت نگرفته در مثنوی، یعنی از کنارش گذشته. شمس به خیلی از این چهره ها انتقادات تند و خیلی خیلی گزنده‌ای میکنه، ولی مولانا هیچ وقت به هیچ کدام از این عرفای تراز اول نمیتازه. اتفاقا همیشه خیلی اونا رو تعریف و تمجید ازشون میکنه و خیلی براشون احترام قائله. حالا یا به لحاظ محتاط بودن شخصیت مولاناست یا اینکه نه واقعا اینطوری بوده. فایده چهارم که میشه گفت فایده خیلی بامزه‌ای هم است، خیلی به درد قصه پردازا میخوره و داستان نویسا میخوره، اینه که ما با خوندن مقالات شمس از ماجراها و حادثه هایی که توی دوره مدت اقامت شمس توی قونیه پیش میاد با خبر میشیم. اتفاقاتی که به سفر اول شمس تبریزی و بعد به سفر دومون غیبت نهاییش منجر میشه. یه مطلبایی، یه نکته‌های چیزهایی در مقالات شمس گفته شده که آقای موحد اینا رو در بخش گسسته پاره ها آورده که این صحبت ها، این حرف ها یک تصویر خیلی خیلی روشن، زنده، جذاب و در این حال تازه‌ای از این ماجراها و اون دوره بحرانی به ما نشون میده. شمس توی این بندا از آشوبایی حرف میزنه که توی این نزدیک به 3 سال حضورش در قونیه اتفاق میفته و مستقیم و صریح مثلا به اطرافیان مولانا میگه که تذکر میده، تهدید میکنه که از قونیه میره، مولانا رو ترک میکنه. شمس میدونه که سفر اول و قهرش به حلب چه بلایی سر مولانا آورده و حالا هم تهدید میکنه که اگر چه خیلی تمایلی به رفتن نداره یا حداقل اینجوری میگه، اما کم کم داره عرصه بهش تنگ میشه و به این فکر افتاده که برای همیشه از قونیه بره، اتفاقی که در نهایت هم میفته. ما با خوندن مقالات یه مقدار زیادی از این اتفاقات رو خیلی ملموس‌تر و زنده‌تر و از نزدیکتر میبینیم و باشون روبرو میشیم و حتی شاید خیلی وقتا هم به این نتیجه برسیم که با همه تقصیر گردن اطرافیان آقای مولانا نبوده. شمس هم هیچ وقت مراعات حال اینا و اوضاع اینا رو نمی‌کرده، یهو اومده پا گذاشته وسط زندگی یه سری مرید برگشته و مولانا رو در انحصار خودش درآورده. معلومه که حسادت میکنن، معلومه یه کاری میکنن که بین اینا فاصله بیفته و یک طرف این ماجرا رو از بین ببرن یا حداقل حذفش کنن یا مجبورش کنن که خودشو حذف کنه. جالبه که بدونید خیلی از مطالبی که توی مقالات شمس اومده و درباره همین دوره و اتفاقات قونیه و ایناست اصلا تو کتابای مناقب نویسا نیومده، چون این مناقب نویسا گفتم اصولا ذکرهای خانقاهی داشتن، حرفای خانقاهی میزدن و به اقتضای شرایط همه چیز رو جوری جلوه میدادن که دوست داشتن، اونطوری جلوه میدادن که خودشون خوششون میومده. به همین دلیله که از شکل واقعیت به افسانه شبیه و نزدیک میشه و خیلی ما رو نمیتونه با واقعیت‌های موجود آشنا کنه و ما رو با این مسائلی که واقعا اتفاق افتاده روبرو کنه. به همین دلیل هم خیلی قابل اعتنا نیست و خیلی هم عجیب نیست که همین ذکرهای افسانه طور حتی عاشقای مشهور مولانا رو هم چندین قرن دچار اشتباه کرده، چون گفتیم مقالات شمس رو که نداشتن که به این کتاب رجوع کنن و ببینن حالا ماجرا از دید شمس تبریزی چی بوده. بگذاریم. پس مطالعه
مطالعه مقالات شمس چهره مولانا رو بیشتر و واقعی‌تر به ما نشون میده و البته نکته مهم و حتی از همین هم مهمتر این که پرده از روی شمسی که عارف قرن هفتمی بوده و برخلاف بسیاری پاش کاملا رو زمین بوده و اصلا هپروتی نبوده برمیداره. پس مقالات شمس میخونیم چون شمس تبریزی مثل ماها خیلی زمینیه و این مطالعه میتونه به بهبود اوضاع و احوال ما تو این دنیای سراسر به هم ریخته و اجازه بدید بگم کثافت امروزی شاید بهمون کمک کنه. اصلا مهم نیست، یعنی فقط نه به این دلیل که ما خودمون رو بشناسیم، میراث فرهنگیمون رو بشناسیم و اینا که اینا هم خب البته مهمه، بلکه بهمون کمک میکنه یا حداقل بهانه‌ای میشه برای فکر کردن توی احوال و اوضاع انسان و جهانی که از قرن هفتم تا امروز خیلی خیلی تغییر کرده. به همین دلیله که خب گفتیم اول صحبتامون هنوز ارسطو میخونیم، افلاطون میخونیم، خیام میخونیم، حافظ میخونیم و مولانا و کسانی از این دست. شمس از جمله کساییه که نه تنها خودش رو نمیبره و به جرگه اهل علم و عقل قرار نمیده، یعنی که نه فقط یک خردورز تمام خودش رو معرفی نمیکنه و اتفاقا زاویه داره با اونهایی که فقط عقل براشون مهمه، از طرف دیگه ای عوالم هپروتی و این غرق شدن ها و این حشیش و سیگاری کشیدن ها و عروج کردن ها رو هم نمیپسنده و هیچ علمی رو بی شهود و مشاهده و از اون طرف هیچ شهودی رو هم بی مشاهده و علم و تفکر و تعقل قابل اعتنا نمیدونه. شمس آدم اندیشمندیه، اگرچه گفتیم قالب شکن، گستاخ، بددهن، بدخلقه، اما خیلی اصیله. به همین دلیل هم میشه شمس تبریزی رو یک کلاس درس برای فهم، شناخت و جهان امروز و دیروز به حساب آورد و روش مطالعه کرد. همه اینا یک طرف، این رو هم در نظر بگیرید، شمس خیلی با تقلید و قبول بی مطالعه و تحقیق مخالفه و طرفدار آزادی درونی و حقیقت جوییه. به همین دلیل هم، یعنی به همین استناد، به همین بند هم اگر استناد کنیم و این رو در نظر بگیریم، ما هم قصدمون فقط طرح اندیشه های شمسه. ممکنه اینا برای کسی خوب باشه، کارآمد باشه، برای کسی نباشه. یعنی اصلا قصد نداریم که با تبلیغ تفکرات شمس یه مرامنامه، یه نوع ایدئولوژی، چیزی رو تبلیغ کنیم. فقط میخوایم یه نگرش تازه‌ای داشته باشیم بر مبنا و استناد به آثار مکتوب پژوهشی یا درس گفتارها و اینا، یه نگاه عمیق و دقیقی به متون کهن داشته باشیم و این متون کهن یکی از جذابترینشون مقالات شمسه و ببینیم گوینده‌اش چه فکری میکرده و چه فکری داشته، به جای اینکه بپردازیم و بریم توی محافل نمیدونم هپروتی و یه سری آدم دارن عروج میکنن و حلقه و ذکر و این چیزایی که مد شده دیگه، قبول دارید مد شده و خیلی شناختی اصولاً توش نیست. حتما یه جاهایی هست و البته اصولاً توش خیلی شناختی نیست. پس مسئله اصلی و مطلوب درست شنیدنه. دیدید یه کسایی باشون دارید حرف میزنید و هی میگن آره میشنویم، ولی واقعا متوجه میشید که طرف اصلا گوش نمیده به حرفای شما. در نهایت تو ذهنش داره فکر میکنه که چه جوابی به شما بده، کجا مچ شما رو بگیره، یه کامنتی بذاره و این اصلا شنیدن نیست. شنیدن درست به معنی اخصش یعنی شما با تمام وجودتون بشنوید اون آدم چی داره میگه، بدون اینکه بخواید خودتون رو دخیل کنید یا نظرتون رو بگید یا ایده‌تون رو بگید و اینا. اول بشنوید و کلاس ما هم بر همین پایه استواره، درسمون بر همین پایه استواره. اول بشنویم، مطالعه کنیم و حالا وقت برای اظهار نظر و نظریه پردازی خیلی زیاده. یه چیزی بگم حرستون رو خیلی در بیارم و مصداقی باشه برای این حوصله کردنی که گفتیم. تمام چیزی که تا الان شنیدید یه پرانتز، یه مقدمه طولانی بود و ما هنوز وارد بحث اصلی نشدیم. بحث اصلی از مردی شروع میشه که هرگز هیچ وقت چیزی ننوشت، هیچ حرفی ازش، سخنی ازش باقی نموند الا همون چیزایی که توی اون دوره 2-3 سالی همنشینیش با مولانا ثبت شد. آدمی که توی کتاب مناقب العارفین آقای افلاکی اسمش اینطور ثبت شده: شمس الدین محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی. احمد سپهسالار هم توی تذکره خودش که درباره مولانا و خاندان و اخلافشه و تقریبا نیم قرن بعد از مرگ مولانا نوشته، یک القابی رو به آقای شمس تبریزی نسبت میده که اینها نمونه هاییشه: سلطان الاولیاء و الواصلین، تاج المحبوبین،
قطب العارفین، فخر الموحدین، نشانه برتری آخرین بر اولین، دلیل خدا بر مؤمنین، وارث پیامبران و مرسلین. گفتیم که مولانا هم یک سری القاب رو به شمس میبنده و در کتاب خودش به غیر از شمس تبریزی به چند اسم دیگه هم شمس رو صدا میزنه، از جمله بحر رحمت، خورشید لطف، خسرو اعظم، خداوند خداوندان اسرار، سلطان سلطانان، جان و نور مطلق. از طرف دیگه مولانا توی آثار خودش، توی اشعار خودش یک چهره خداگونه از شمس ارائه میده و البته خیلی کم درباره ظاهر شمس و فیزیک شمس و این چیزا به ما کد میده، به ما اطلاعات میده، خیلی کم. مثلا اگر باز هم خیال کنیم ممکنه توی سطرهایی از جمله این سطری که من میخونم خیلی در خفا و خیلی ریز به ویژگی‌های ظاهری شمس اشاره داشته باشه. مثلا میگه شمس تبریزی که فخر اولیاست، سین دندانهاش یا سین من است. آیا منظورش این بوده که سین دندونهای شمس میزده؟ نمیتونیم، واقعا فقط میتونیم یک احتمال بدیم. بحث رو هم اینجا با اجازهتون ببندیم. هم من خسته شدم، هم شما احتمالاً خسته شدید. ما قسمت بعدی بی مقدمه ها تموم شد. اگر من تند صحبت کردم، اول که خیلی عذرخواهی میکنم، دوم برای این بود که از این مقدمه ها بگذریم، یه مقدار سریعتر ذهن رو آماده کنیم و بعد بپردازیم به تفکرات شمس و اصول و عقاید و مش و منشی که داشته. حالا نه بگیم هفته‌ای، اما حداقل سعی می‌کنیم ماهی 2 شماره از این سری پادکست خرقه رو منتشر کنیم. اگر دوست داشتید از پادکست خرقه حمایت مالی کنید هم میتونید به سایت حامی باش برید که آدرسش رو توی کانال تلگرام میذاریم. هم اونجا و هم توی اینستاگرام هم میتونید برامون نظر بذارید، توی کست باکس یا اپل پادکست یا جاهای دیگه میتونید برامون نظر بذارید. حتما لطف کنید کامنت بذارید، کامنت های شما واقعا به ما انگیزه میده. خیلی هم ممنون میشیم که شروع این سری جدید رو به دوستانتون خبر بدید، تو اینستاگرام منشن کنید، استوری بذارید و خلاصه دست به دست کنید، بلکه حرفمون به درد کسی بخوره. عزت زیاد، خدا نگهدار. چه دانه